از آفتابه تا بیت کوین. نویسنده عباس نوروزی. فصل اول. جیمی جامپی در تاریخ اشرف مخلوقات میزنیم و میپریم در آغوش برادران و خواهران ارزشی 65 میلیون سال پیش. اولین بار قدرت پول را زمانی فهمیدم که دختر مورد علاقه‌ام سوار ماشین گران قیمت زیبایی شد و رفت. این صحنه را بسیاری از ما در واقعیت، فیلم‌ها یا فضای مجازی دیده ایم. سخت است بپذیریم که این روزها ارزش انسان را پول تعیین می‌کند و این سوال پیش می‌آید که اخلاق کجای ماجرا قرار دارد. با شما صادق باشم، هیچ جا. در دنیای جدید به راحتی می‌توان گفت پول همه چیز است. زیرا با پول می‌توان رفاه، لذت، شهوترانی، قدرت، موقعیت، دیده شدن و هر چیزی که تاکنون شما از آن محروم بوده اید را به راحتی خرید. پول این روزها مانند خون در بدن اگر درست گردش پیدا نکند، بیشک در نظم زندگی ما اخلال ایجاد خواهد کرد. خیلی از اوقات وقتی از دانشجوهایم میپرسم اولین بار معنای پول را چطور فهمیدی، کمی فکر میکنند و یک خاطره را از گذشته به یاد میآورند. مثلا زمانی که دانشجو بودند و فهمیدند برای شاد بودن و تفریح بیشتر نیاز به پول دارند. بعضی‌های دیگر هوشیارتر بودند یا بر اثر جبر محیطی در کودکی فهمیدند که چگونه میتوان کار کرد و پول درآورد. ولی داستان برای همه ما خیلی قبلتر شروع می شود. یعنی زمانی که در کودکی یاد گرفتیم برای لذت بیشتر می توانیم وسیله بازی خود را به دیگری بدهیم تا وسیله بازی او را بگیریم، یا اینکه از آب نبات خودمان به دیگری بدهیم تا تکه‌ای از بیسکویت او را داشته باشیم. برای من معنای پول همزمان بود با دوران جنگ با کشور همسایه. در آن دوران همه چیز صفی بود، از نفت گرفته تا پنیر و تخم مرغ. همه نرهای خانواده را برای دفاع غرورآفرین از وطن به اجبار به جبهه‌های جنگ برده بودند. به یاد میآورم عموی کوچکم آنقدر دفاع از وطن را دوست داشت که آمدند در خانه و با کتک و لگد او را به وطن پرستی اعزام کردند. البته بعدها که برگشت به عشق وطن موج خمپاره او را گرفته بود و اکنون در دوران کهنسالی سرش به تهش پنالتی میزند. همان روز من به تنها نر قدرتمند خانواده تبدیل شدم با 4 سال سن. مادرم یک اسکناس سبز رنگ تراکتور سوار را با سفره از جنس پارچه به من داد و گفت بروم نان بخرم. قبل از ظهر بود، در صف نشستم و نزدیک غروب به مرحله گرفتن نان رسیده بودم. خسته شده بودم و پول را روی سفره پارچه‌ای کنارم گذاشتم که همان لحظات هواپیماهای دشمن شهر را بمباران کردند. تا به خودم آمدم صدای آژیر قرمز به سفید تبدیل شده بود. به صف برگشتم و دیدم سفره هست، اما پول درون سفره نبود. 2 نفر تا نوبتم مانده بود. به هدفم نزدیک بودم و در تصورم محبت به کودک می توانست وجود داشته باشد. نوبتم شد. نانوا پول خواست و من توضیح دادم که قبل از بمباران پولم را روی سفره گذاشتم، اما الان نیست. نانی در کار نبود و به خانه بازگشتم. در آن دوران آشوب مادرم سهم غذای خودش را به ما بچه‌ها داد و شب گرسنه خوابید و بی توضیح بیشتر معنی پول را به من فهماند. شاید در ذهنتان بگویید چه نانوای بیشعوری، اما با دانش اکنونم به او حق می دهم، زیرا تا آن سن او شیادهای بسیاری دیده بود و من هم برایش می توانستم یک شیاد 4 ساله باشم. وقتی می گویم به اولین بار که معنی پول را فهمیدید بیشتر فکر کنید، دقیقاً منظورم چنین حوادثی است که قدرت سیلی پول را روی صورت خود حس کرده اید. به آن زمان فکر کنید، دقیقاً به محدوده سنی قبل از 6 سالگی. خیلی از اوقات ما به کمک والدین یا به صورت غریزی یاد گرفتیم که برای به دست آوردن چیزی باید چیز دیگری را فدا کنیم. شاید بگویید مگر می شود معنای پول را غریزی درک کرد؟ بیشک علوم ژنتیک به سمتی حرکت می کند که مشخص خواهد شد که ما تمام گذشته تکامل را در ژن خود حمل می کنیم. به این موضوع فکر کنید که وقتی بچه‌های کوچک را می‌بینید در دلتان می‌گویید
چه گودزیلایی است! زمانی که من هم سن و سال اینها بودم فرق دست چپ و راستم را نمیدانستم، اما اینها همه چیز را میدانند. ما هم برای نسل قبلی همینقدر وحشی و دانا بودیم. موضوع زیستشناسی علم ژنتیک محور بحث ما نیست، اما آن یک بیت اطلاعاتی که از اجداد غارنشینمان به ارث برده ایم برای ما کافی است. آن یک بیت اطلاعات خودش را به صورت تعامل نشان داد که بر سر تصاحب دارایی دیگری نمیتوانیم تا ابد همدیگر را بکشیم و از دل تعامل واژه پول خلق شد. همین واژه زیبا که هر روز در اندیشه آن پیامک بانکی خود را چک می‌کنیم، در صورت واریزی لبخند شادی بر لبمان می‌نشیند و در صورت پیامک برداشت اندوهگین می‌شویم. واژه‌ای که حس بودنش به ما امنیت می‌دهد، واژه‌ای که بودن آن می‌تواند گرفتن دست یار در رولز رویس و نبودن آن گز کردن خیابان با پا و فغان یک نگاه مهربان باشد. در شروع کار بهتر است بگویم من هم با شما هم عقیده هستم که پول همه چیز نیست و تن سالم و آغوش گرم خانواده و وجدان راحت و این قبیل توصیه‌های اخلاقی مهمتر است. بله، من هم معتقدم پول خوشبختی نمی آورد، اما برای تداوم همین خوشبختی ما نیاز به پول داریم. برای اینکه در ادامه کتاب زیاد درگیر بحث اخلاق و وجدان و اصول انسانی نشویم، بهتر است بگویم در اقتصاد پولی اخلاق جایگاهی ندارد و اگر عدد درون حساب بانکیت بیشتر از 0 است، در سرشماری موجودات زنده شرکت می‌کنی و در غیر این صورت تو وجود نداری. انسان نخستین و تبادل. روایت در مورد خلقت انسان زیاد است و حقیقتاً من نمیدانم هافکینگ و داروین و فرگشتی ها درست میگویند یا عیسی و موسی. اما آنچه که حضرت گوگل به من اجازه میدهد ببینم و بخوانم، گفته می شود همزمان با همزیستی ما با برادر و خواهرهای دایناسورمان، یعنی تقریباً 65 میلیون سال قبل، انسانهای آن زمان که اکنون ژنهای ما حمال اطلاعات و دانسته های آنها نیز هست، گیاهخوار بودند و از دانه و ریشه و گیاه تغذیه می کردند. البته در عصری هستیم که هر فردی باور دارد خودش درست می گوید. اگر با حرف من مخالفی می توانی بروی و به موتورهای جستجوگر اینترنت فحش بدهی که چرا مقالات اشتباهی را به من داده است، وگرنه من هم مثل شما بیگناه هستم. فعلا کاری نمی توانیم بکنیم و میگوید گیاهخوار بودیم و شاید یک روز بیدار شدیم و هوش مصنوعی پشت موتورهای جستجوگر به این نتیجه رسید که مردم باید فکر کنند ابتدا گوشتخوار بودند. اجداد چرنده ما در پی یافتن غذا مثل فیلم‌های حیات وحش که نشان می‌دهد گوزن‌های یالدار آفریقایی در جستجوی غذا کوچ می‌کنند و در مسیر طعمه کروکودیل و شیر می‌شوند، همیشه در حال رفتن از علفزاری به علفزار دیگری برای چریدن بودند و همانطور که می‌زاییدند توسط حیوانات دیگر هم دریده می‌شدند و به چرخه طبیعت باز می‌گشتند و به نوعی امید به زندگی در آنها پایین بوده است. اگر دکارت هم عصر آنها بود، حتما می گفت من می چرم، پس من هستم. در مسیر توسعه از چریدن فردی به چریدن گروهی، اجداد ما یاد گرفت که بهتر است با هم تعامل داشته باشند و کم کم معنای اشتراک را فهمیدند. با احترام بر بزرگمرد تاریخ، جناب کارل مارکس و یارانش، من با ایشان موافق نیستم که کمون اولیه چند 10,000 سال از عمرش می گذرد. بلکه باید بپذیریم که حتی عروس دریایی ها نوعی از جامعه اشتراکی دارند، چه رسد به اجداد پشمالوی ما در چند 10 میلیون سال پیش. بحث اشتراک در اقتصاد فراتر از نظریه اواخر قرن 19 است و امروز با توجه به اشتراک ژنتیکی انسان با عروس دریایی میتوان پی برد اقتصاد میتوانسته مال خر هم باشد. به همین دلیل وقتی برادر یا خواهر نخستی ما دانه خوراکی خود را به دیگری داد تا بتواند از ساقه سبز آبدار دیگری بخورد، برای اولین بار تبادل اقتصادی صورت گرفته است.
اگر آن زمان را تصور کنیم، برای انسان اولیه کالری یا ارزش غذایی معیار تبادل نبوده است، بلکه حجم می توانسته معیار تصمیم گیری باشد. برای مثال اگر 3 تا پسته به دیگری میداده، تنها یک تربچه کوچک با حجم معادل 3 پسته دریافت می‌کرده و امروز این تبادل برای ما عادلانه نیست، ولی آن زمان نمودی از تکامل بوده و امروز ما فهمیده ایم که در ازای دریافت تنها یک بوس کوچولو گاهی معادل چندین گونی پسته به دیگری باید بدهیم. البته امروزه پیچیدگی زیاد است. برای مثال بوسه یک سلبریتی زشت خیلی بیشتر از بوسه یک فرد معمولی قیمت دارد که در مورد این تفاوت قیمت جلوتر حرف میزنیم. اکنون در مورد دورانی حرف میزنیم که انسانها مثل مرغ و خروس بعد از بلوغ می توانستند با خواهر و برادرهای خود تولید مثل کنند. یک جیمی جامپ در تاریخ اشرف مخلوقات میزنیم و میپریم در آغوش برادران و خواهران ارزشی 2.5 میلیون سال پیش. گونه ای از ما انسانها که توان استفاده از ابزار را داشته و بر روی کره خاکی میزیسته. این نیاکان ما در طی قرنها خوردن و تولید مثل کردن برای بقا که بتوانند ژن خود را به سال 2022 برسانند تا فردی مثل من در مورد آنها مطلب بنویسد، یاد گرفته بودند بعضی از سنگ‌ها تیز هستند و میتوان با آنها چیزی را برید و همین امر به آنها کمک میکرد که بتوانند از چرندگی به درندگی بیشتر گریز بزنند تا با خوردن بیشتر بهتر زنده بمانند. زیرا آنها هم به صورت نانوشته میدانستند که عقل سالم در شکم پر است. اصولاً این نوع از انسان به دلیل بکر بودن حیات وحش آن زمان بسیار آسیب پذیر بوده و کم کم پی برده که اگر گروهی حرکت کنند می توانند امید به زندگی خود را بالا ببرند. البته همان زمان ضعیفترها طبق قانون وحش به فنا می رفتند و مابقی برای زنده ماندن در کنار دیگران می دویدند. وقتی به مادری که آن زمان فرزندش را در آغوش داشته و در پی شکار نشدن می‌دویده فکر می‌کنم، به هیچ عنوان نمی‌توانم کالسکه‌های چند میلیونی والدین و فرزندان امروزی را در فصل اول کتابم هضم کنم. آن زمان چه انگیزه بالایی برای بقا بوده که یا فرار می‌کردند که خورده نشوند یا با جانورهای دیگر گلاویز می‌شدند تا آن را شکار کنند که بتوانند در کنار سایر هم نوعانشان دور همی آن را خام خام بر بدن بزنند. آن زمان پس از شکار احتمالاً آنکه زورش بیشتر بوده بیشتر می‌خورده و ضعیفتر نظاره‌گر ترحم محیط می‌مانده تا چیز بیشتری گیرش بیاید. شاید در همان دوران شکار و شکارچی بود که افراد جامانده از شکار از بیکفایتی خود رنج می بردند و با کندوکاو اطراف فهمیدند می توان با بده و بستان رفاه را بالاتر برد. البته آن زمان آدام اسمیت نبود تا مزیت مطلق را بیان کند یا مفهوم نظریه تعادل اجورس در عمل مشخص شود. فرد می دانست اگر شکمش پر باشد حتما در تعادل عمومی قرار دارد. همین اجداد مصمم به حفظ بقا بودند که خود را به ایلان ماسک رساندند. اما در این مسیر تقریباً 1.5 میلیون سال پیش یک گونه جهش یافته از بین آنها در آفریقا رشد کرد به نام راستقامتان که این گونه انسانی توانست غالب بر تولید مثل شود و مابقی گونه‌های انسانی را در تاریخ به فنای عظمی داد. همین بزرگواران بودند که تقریباً 400,000 سال پیش بر ترس خود غلبه کردند و توانستند به داخل غار بروند که یک گام رو به جلو برای تکثیر بیشتر شد. میگویند یافته‌های جدیدی وجود دارد که آن زمان برای حفظ کالری زمستانها در غارها مانند خرس و خفاش به خواب زمستانی می رفتند و همانطور که می دانیم تا همین قرن گذشته بیشتر انسانها متولد تابستان و پاییز هستند که نشان می دهد در پاییز و زمستان سال قبلش از بیکاری و نبود سرگرمی درخور زیر کرسی اسپرمی ناخواسته وارد تخمک شده است و احتمالاً برای غارنشینها این موضوع قدرت بیشتری داشته. وقتی از خواب زمستانی بیدار می شدند نر نمی دانست که چرا شکم مادهش باد کرده و از همینجا فرد بزن و در رو تخم قانون احتمالات و منطق فازی را در علم مدرن کاشته. به این صورت که برای کشته نشدن توسط نر قدرتمند یک داستان خوب ساخت که همه چیز تقصیر وزیدن باد موذی ته غار بود.
ماده حامله یا دانای کل داستان احتمالاً گفته نفهمیدم چه شد، اما حس کردم بادی از ته غار وزید و من باد کردم. بیشک با عقل همان زمان هم فرد غیر تقدیرگرا در آن بین بوده که یکی با مادهش روی هم ریخته و باور نداشته همه چیز زیر سر باد موزی است. اما حقیقت پیش رویش این بوده که با تولید موجودی توسط باد موزی باید بیشتر دنبال غذا می‌دوید تا شکم فرزند ماورایی‌اش را سیر کند. احتمالاً یک روز که از دویدن برای شکار کردن خسته بود و پی پاسخی برای این پرسش که چرا باید بیشتر بدوم تا تاوان کاری را که انجام نداده ام را بدهم، به بیرون غار رفت و به افق خیره شد و با خودش گفت درست است نمیتوانم آزمایش ژنتیک بدهم، اما میتوانم مچ این باد موزی را بگیرم. و زمانی که داشت آسمان بر بختش میگریست، رعد و برقی به درخت خورد و او هم با تکه چوب آتش گرفته‌ای تقریباً 300,000 سال پیش به داخل غار برگشت تا مچ باد موزی بزن در روی زمانه اش را بگیرد. به کمک این کشف بزرگ اجداد ما توانستند با آتش در محدوده 100 تا 50,000 سال پیش به مناطق سردتر هم بیایند و به مرور از آفریقا خارج شدند و با ورود به آسیا و اروپا موجب انقراض غیر راستقامتان این منطقه شدند. به نوعی حرکت خود را از زیمبابوه امروزی به سوی کاخ سفید و کرملین و الیزه شروع کردند. وقتی به مسیر حرکت اجدادمان از زیمبابوه تا نیویورک نگاه می کنم که در طول مسیر من را هم در ایران و خاورمیانه امروزی به جا گذاشتند، غم بزرگی بر دلم می نشیند. چون در برهه‌ای از تاریخ قرار دارم که به دلیل نداشتن پاسپورت معتبر حتی نمی توانم مانند راستقامتان خود را با چریدن و دریدن به کشور دیگری برسانم. به نوعی او توانست از دل غاری در آفریقا که گهگاه از گرسنگی خفاش را هم می‌خورد اما کرونا نمی‌گرفت بیاید که ژن خودش را احتمالاً در غاری مانند کلدر خرم‌آباد امروزی در کالبد جاماندگان در این سرزمین به جا بگذارد و برود، اما من هنوز نتوانستم از جغرافیای خاورمیانه خارج شوم. اما آنچه از تاریخ حضرت گوگل بیرون میکشم، این راستقامتان همچنان میچریدند و میدریدند و شهوت پرانی میکردند و در این بین در محدوده 12,000 سال پیش انسانها هنگام خوردن گوسفند بخت برگشته‌ای ناگهان گوسفند زبان باز کرد و فرمود اگر مرا نخورید حاضر هستم اجازه بدهم شیر مرا بخورید و اگر لازم دیدید فرزندم را کباب کنید و با پوستش لباس گرم درست کنید. به نوعی شاید گوسفند اولین حیوانی بود که بدون آنکه به وین و ورشو برود با انسان وارد مذاکره مستقیم و رو در رو شد و سوالی که باقی است این است که 12,000 سال پیش گوسفند توانست وارد مذاکره با انسان شود. اما در قرن 21 هنوز بسیاری از کشورها نمیتوانند مذاکره مستقیم و رو در رو برای حل مشکلاتشان داشته باشند. به روسیه، اوکراین، چین، ایران، تایوان و سودان در ابتدای قرن 21 نگاه کنید. پس از گوسفند، سگ فهمیده تر بود و با چند قرن فاصله قدم به سمت انسانها گذاشت و گفت اگر مرا نخورید حاضرم برای بالا بردن امنیت شما شبها نگهبانی بدهم و به این طریق با سگ دوست شدند. سالها می‌گذشت و گروهی برای شکار بیرون می‌رفتند و از همان زمان افراد تنبل و راحت طلبی بودند که به بهانه دلدرد با آنها نمی‌رفتند. گروه باقی مانده برای اینکه حوصله‌شان سر نرود گلبازی می‌کردند تا اینکه یکی فهمید اگر گل را داخل آتش بگذارد محکمتر می شود. به مرور بیکاران گروه انسانی شروع به ساختن اشکال مختلف گلی کردند که از دل آن اختراع کاسه سفالی شکل گرفت. در بین این همه گلبازی و عشق ورزی و شکار، بز و مرغ و خوک و اسب و خر و گاو در قالب گروه 6 پیشنهاد اولیه را برای مذاکره به گوسفند و سگ دادند و پس از بررسی گروه 6 به علاوه 2 را تشکیل دادند و پس از توافقات نهایی در قالب گروه 8 که مخفف اولش جی بود به نام جی 8 به انسان گفتند ما حاضریم به شما سواری، پشم، تخم و هرچی بخواهید بدهیم، اما ما را نخورید.
این اولین تبادل برد در سیاست بین الحیوانات بود. شاید با خواندن این قسمت بگویید یعنی یک دکترای اقتصاد نمیفهمد که حیوانات حرف نمیزنند؟ باید به شما بگویم بیشتر مردم کره زمین به یکی از ادیان گرایش دارند و در تمام کتب تاریخی ادیان مختلف حیوانات حرف زدند. حالا اگر من بگویم حیوانات حرف میزنند با عقل جور در نمی آید. ولی بالغ بر 7 میلیارد نفر به آیینی اعتقاد دارند که حیوانات برایشان حرف زده است و با عقل جور در می آید. انسان علوفه میداد و خر و اسب سواری میدادند و این چنین در منابع کلامی سیاسی خر وارد اقتصاد شد و به نوعی یک جانشینی انسانها با حضور خر در تعامل بشری تقریباً همزمانی دارد. روزگار بر وفق مراد پیش می رفت تا اینکه در دوران نوسنگی تقریباً 7000 سال پیش وقتی افراد جوان از شکار و کشاورزی برگشتند به خاطر خشکسالی غذای کمتری به پیرهای قبیله دادند. اما یکی از پیرهای قبیله از آن بازاریهای خبره زمانه اش بود. میدانست نهایتاً کسی توان نگهداری او را ندارد و شاید در کوچ بعدی به دنبال آب یا منابع بیشتر در کنار غاری یا دهکده‌ای خالی از سکنه رهایش کنند. وقتی روز بعد بیشتر افراد از کلونی بیرون رفته بودند و کسی حواسش به او نبود، تمام کاسه و کوزه قبیله را شکاند و خیلی از حیوانات اهلی را کشت. وقتی افراد قبیله برگشتند انگشت به دهان حیران بودند که پیر از لای بوته‌ای بیرون آمد و گفت وقتی شما نبودید خدا دکمه آسانسور را زد و پایین آمد و فرمود من از شما راضی نیستم. چرا این همه نعمت به شما دادم و سهم مرا نمی دهید؟ همه آه و فغان سر دادند و سجده کردند که خدا مرا ببخش و در بین گریه و زاری یکی پرسید برای اینکه خدا از ما راضی باشد چه کنیم؟ همه منتظر بودند و خدا چیزی نگفت. پیر قبیله که برای زنده ماندن به هر کاری تن میداد سرش را چرخاند و کمی سکوت کرد و بعد گفت صدای خدا را میشنود که میگوید باید از هر چیزی که شکار میکنید یا به دست میآورید و میسازید مقداری را به دست نماینده من در قبیله خود بدهید. از فردای آن روز پیر مانند عقابی از اموال قبیله مراقبت کرد و بعد از آن تا زمانی که سهم خدا داده میشد دیگر کاسه‌ای نشکست و گوسفند و بزی قتل عام نشد. طبق برنامه بودجه آن دوران مثلا غروب به غروب هر شخص که چیزی را به دست می آورد یا گله‌اش می زایید یا سفالی می ساخت سهم خدا را به پیر قبیله می داد و در صورت شکار شکارچی پس از دادن سهم خدا پیر داستان آفرینش یک سنگ داغ روی گوشت باقی مانده می گذاشت تا خانواده شکارچی با آرامش کامل از اینکه سهم خدا داده شده است غذای خود را بخورند. پیر آفرینش به دلیل دویدن‌های مداوم در دوران جوانی بدن ورزیده‌ای داشت و در زمان بیکاری در قبیله با دیدن دختران جوان فیلش یاد هندوستان می‌کرد. از این رو اولین پیشنهاد بیشرمانه داستان ما را به والدین دختر بچه‌ها داد و گفت خدا گفته که اگر از دخترانشان به او بدهند حاضر است به آنها گوسفند و بز و خر و سفال و این چنین چیزها را پاداش بدهد. انسان طمعکار برای پاداش مفت به انجام هر کاری تن می دهد. از این رو پذیرفت و در ازای دخترانی که به نماینده خدا می دادند پیر قبیله از همان گاو و گوسفندهای رنگ شده یا سفال و گوشت داغ خورده خودشان به خودشان می داد و به آنها می گفت با خیال راحت از اموال خود استفاده کنید چون امضای خدا به صورت رنگ و داغ بر آنهاست. یکی از افراد باهوش قبیله که قبلا یک گوسفند و یک بز به خدا داده بود و خدا گوسفند رنگ کرده خودش را در ازای هدیه دادن دخترش به او پس داده بود از پیر پرسید چرا خدا فقط گوسفند را پس داد و بز را پیش تو گذاشت؟ پیر گفت این بز حق آقایی من است که خداوند آن را به من بخشید تا بتوانم با شیر آن شکم دخترت را سیر کنم. مرد که از لطف خدا پر از شعف هیجان بود گفت مردان قبایل دیگر مرا مسخره می کنند که دخترم را دادم و به جایش گوسفند گرفتم.
پیر گفت این چیزی که به تو پس داده شد اسمش دیگر گوسفند نیست، این اسمش پول است که امضای خدا به صورت رنگ بر پشت آن پاشیده شده است. شکارچی باهوش دیگری در قبیله بود و چون دختر نداشت مجبور شد زنش را به خدا هدیه بدهد. وقتی تکه گوشت سنگ داغ شده را در دستش گرفته بود گفت من هم که نمیتوانم بگویم زنم را دادم و یک تکه گوشت مانده را گرفتم. اگر این هم پول است و امضای خدا همین داغی است که بر روی آن زدی، پس از خوردن گوشت و دفع کردن آن چگونه ثابت کنم خدا بابت زنم به من پول داده است؟ پیر به دندانهای سر بریده خرس که شکارچی به همراه خود داشت نگاهی انداخت و سرش را به آسمان بلند کرد و گفت خدا میگوید فردا بیاید تا بازوبندی از دندان خرس به عنوان پول به او بدهم. و این چنین بود که پول کالایی خلق شد. البته انسانهای آن زمان دقیقاً از واژه پول استفاده نمی کردند، ولی ابزاری مانند چاقو، اسب، صدف، نمک و بسیاری از ابزارهایی که آن زمان جنبه زیباشناسانه داشتند به عنوان وسیله‌ای برای مبادله مورد استفاده قرار می گرفته، اما از کالای مشترک در بین تمام جوامع بشری که کارکرد پول را داشته می توان از گوسفند و گاو نام برد. تاریخچه پول. دوست دارم تصور کنیم شکارچی داستان ما در عصر نوسنگی و در موهنجودارو یا همان پاکستان فعلی قرار دارد. چند روزی از تبادل زنش با پول گذشته و هر روز عصر که از شکار برمیگردد، بعد از اینکه سهم گوشت خدا را به جانشین خدا در قبیله داد، مابقی گوشت را در حلق فرزندان و زنش می کند. امشب نوبت زن اوست که با پیر به عبادت خدا بپردازد. تنها در کنار آتش در حالی که بازوبند دندان خرس را بر بازو دارد می نشیند. به آتش خیره شده است و در دل تاریکی شب صدای آه و ناله عبادت پیر قبیله به گوش می رسد. کاری از دست شکارچی ساخته نیست. مجبور بود. میفهمید مجبور بود. چون دختر نداشت باید زنش را میداد. همانطور که به آتش نگاه می کند تکه سنگ بزرگی را بر می دارد که با آن مغز پیر قبیله را متلاشی کند. چند قدم جلو می رود ولی از خشم خدا می ترسد و سنگ را داخل آتش می اندازد. تا صبح در کنار آتش خوابش نمی برد و چوب بلندی را که در دست دارد بی هدف در ما تحت آتش می چرخاند. نزدیک صبح است و همچنان عصبی است و آسمان شروع به باریدن می کند و آتش خاموش می شود. باران کوتاهی است و بعدش آفتاب می زند. همچنان با چوب درون خاکستر به جا مانده از آتش را بی هدف می کاود تا استرسش را از بین ببرد که ناگهان زیر نور چیزی براق زیر خاکستر می بیند. آن را بر می دارد. کمی قرمز رنگ است. محکم به نظر می رسد. با سنگ به روی آن می کوبد. نمی شکند ولی صاف می شود. آن را لای شورت پوستینش پنهان می کند. به شکار می رود. بعد از شکار یافته‌اش را به زنش نشان می دهد. زنش می پرسد این چیز عجیب قرمز چیست؟ شکارچی اسمش را می گذارد مفرق. زن می پرسد آن را از کجا آوردی؟ مرد هر چقدر فکر می کند توضیح دادنش برای مردمان آن زمان سخت است و می گوید آن را معدنکاری کردم یا بهتر است بگویم از ماینینگ به دست آوردم. همچنان به صورت چرخشی زنش باید برود عبادت و او هم به شکار می رود و در اوقات فراغت مفرق را تیز می کند تا اینکه متوجه می شود مفرق برای شکار از سنگ بهتر است و یک روز که از شکار برمی گردد همه شکار را به پیر می دهد و می گوید می خواهم پول خدا را پس بدهم و زنم را پس بگیرم. پیر که عبادت به دهنش مزه کرده نمیپذیرد و میگوید
برای پس دادن پول خدا باید چیز بهتری بدهی. پیر داستان ما آن زمان چیزی مانند نرخ بهره امروزی و سیستم بانکداری مد نظرش بوده که بتواند همزمان ترتیب زن شکارچی و شکار و خود شکارچی را بدهد. اما با دانش آن زمان برایش مقدور نبوده. شکارچی به جای اصل به علاوه بهره نیزه مفرقش را به پیر می دهد که در زمان خودش مانند این است که امروز به تو بلیت سفر به مریخ را هدیه بدهند. آن زمان پیر میپذیرد و زنش را پس میدهد. پیر طمعکار مفرق بیشتری میخواهد و شکارچی که روش تولیدش را بلد است در خفا هر شب تولید میکند و پس از شکل دهی آن را به پیر میدهد و پیر بابت این خدمات از جانب خدا او را معاف از مالیات میکند و هر از گاهی از سمت خدا برای شکارچی دختری هدیه میگیرد و با داستانی شبیه این بود که دین و قدرت نظامی و پول به هم گره خوردند. تقریباً از 6000 سال پیش بود که پول فلزی رایج شد، اما هنوز عمومی نشده بود. افراد یاد گرفته بودند از پول برای تبادلات خود استفاده کنند. گوسفند میدادند و گندم میگرفتند، اما دیگری حاضر نبود که نمکش را بدهد و گوسفند بگیرد، چون گوسفند هزینه نگهداری داشت و باید علف میخورد و اگر غذا به او نمیدادند میمرد و فاسد میشد. گذشته از آن برای یک مشت گندم نمیشد یک گوسفند را داد. این مشکل عدم تناسب پول با کالای مورد مبادله هر روز بیشتر میشد و اگر کسی سفال خود را میخواست بدهد که مرغ بگیرد، گوسفند نمیتوانست وسیله واسطه مبادله یا همان پول مناسب باشد، چون برای ابعاد کوچک گوسفند قابل استفاده نبود. نسل‌ها می‌گذشت و پیر داستان ما همچنان حق آقایی از مردم به اسم خدا می‌گرفت و امضا روی دارایی مردم می‌زد. شکارچی ماینر که دیگر شکار نمی‌کرد و کارآفرین شده بود، با حفظ مالکیت معنوی نسل به نسل از تولید مفرق به تولید طلا و نقره رسیده بود، فرار مغزها کرد و دانش خود را 3500 سال پیش از آب و هوای خشک پاکستان به ارمنستان امروزی و سپس به فنیقیه مرطوب مدیترانه‌ای برد. به مرور او پی برد که مفرق در هوای مرطوب اکسید می شود و در یک نشست با پیر جدید قبیله مدیترانه که از قضا او هم مانند پیرهای دیگر داستان ماست به این نتیجه رسیدند از فلزات طلا و نقره به جای مفرق به عنوان پول استفاده کنند. این کار چندین ویژگی خوب داشت. اول اینکه اگر آن را خرد می کردند ارزشش از بین نمی رفت و تازه می شد آن را ورقه کرد. جای کمتری می گرفت و نیاز نبود مثل گاو و گوسفند به آن غذا بدهند و بهترین گزینه که می توانست حفظ ارزش کند طلا بود که هم خوش رنگ بود و هم زنگ نمی زد. و اینکه نقره هم چیز بدی نبود و مفرق هم به عنوان پول خرد در دست عوام در نظر گرفته شد. این چنین بود که تقریباً 3000 سال پیش در فنیقیه که محدوده لبنان و فلسطین و اسرائیل امروز می شود، با دستگاهی به نام سکه یکی از پولهای فلزی که دارای طرح بود ضرب شد و به مرور اسم دستگاه تولید پول روی پول ماند و به پولهای فلزی سکه گفتند. و در این بین دولت‌های متمدن در حال شکلگیری بودند. در ایران هخامنشی‌ها در قدرت بودند و تمدن مصر و چین و هند هم شکوفایی خود را قبل از ایران شروع کرده بودند. اما نکته مهم اینجا بود که هنوز دولت‌ها به مبحث پول ورود نکرده بودند و پول همچنان در بین عموم از طریق کنترل افراد قدرتمند به کمک مبلغین دینی صورت می‌گرفت. و در گذر تاریخ چرخه پیر و بازماندگانش شبکه‌ای از افراد امین جامعه شدند که وظیفه تولید سکه و نگهداری آن را برای مردم به عهده گرفتند. از سکه تا رسید کاغذی.
تقریباً 2500 سال پیش چرخه پیری که امروز به آن میگویند زنجیره کسب و کار توانسته بود در تمام ارکان اجتماعی آن زمان از شاه و وزیر دربار و خاخام کنیسه و مغ آتشکده گرفته تا مغازه نعلبند سر کوچه برای خود یک نماینده داشته باشد. زیرا از قدیم رسم بر این بوده که هر کس پول داشته باشد قانون را هم می نویسد و به همین دلیل محدوده دادرسی و قضاوت حیات خلوت زنجیره پیری بود و با داشتن قدرت مالی هر شاهی که می آمد و می رفت همچنان چرخه پیری پابرجا بود. همان زمانها بود که مردم به دلیل بدعهدی چرخه پیری که از فنیقیه به همه جای دنیا در حال پخش شدن بود به سطوح آمدند و شکوه پیش شاهان زمان بردند. دولت‌های آن زمان به عنوان داور دعاوی بین افراد بر سر کلاهبرداری‌های سکه و بازار پول وارد بازی شدند. البته همچنان بازار پول یک بازار عمومی بود و دولت در آن نقش مهمی نداشت. ولی با همین دعاوی دولت‌ها متوجه شدند برای اینکه بتوانند افسار امور را به دست داشته باشند بهتر است بازار پول را کنترل کنند و از اینجا بود که دولت‌ها وارد بازی شدند و شاهان یک سمت سکه عکس خود را می‌زدند و سمت دیگر نمادی از امپراتوری یا شاهنشاهی خود را ضرب می‌کردند. پادشاهان آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که برای کشورگشایی نیاز به پول بیشتری دارند تا سرباز بیشتری استخدام کنند و همان حیله پیری‌ها را در ابعاد دولتی و ملی پیاده کردند. عیار سکه های طلا را پایین آوردند. مثلا با یک سکه عیار بالا 3 سکه عیار پایین ایجاد کردند و معنای آن این بود که به جای یک سرباز 3 سرباز برای پول به جنگ می آمد. تقریباً از 2500 سال پیش موضوع و مشکل ارزهای بی پشتوانه وجود داشته و مردم آن زمان موضوع را درک کرده بودند. در آن روزگار مردم زورشان به حکومت نمی رسید و مجبور بودند سکه های کم عیار زیادی را به دوش بکشند. اما وزن سکه ها زیاد بود و خسته کننده. به عقلشان رسید دوباره سراغ پیری بروند که در فرایند تکامل فرزندان شکارچیش با اسب و شمشیر از خانه‌اش محافظت می‌کردند. پول را به دست پیری دادند و یک رسید به جایش گرفتند و پیری با نیروی نظامی خودش مراقب پول بود و اسمش از پیری شد آقای صراف. مردم رسید به دست به تجارت می پرداختند و هر زمان لازم بود رسید را به صراف می دادند و پول خود را پس می گرفتند و صراف حق آقایی خود را می گرفت. یک موضوع جذاب رخ داد که برای انسان آن زمان کشف خیلی بزرگی بود و پیری و یاران جدیدش که صراف نامیده می شدند نرخ بهره را کشف کردند. آن زمان یعنی 1900 سال پیش در چین کنونی رسید بدهی را روی کاغذ و چوب مکتوب می کردند. آنها متوجه شده بودند از افرادی که رسید پول به آنها داده اند از هر 10 نفر 1 نفر برای نقد کردن پول می آید و مقدار زیادی سکه همیشه در خزانه است. صرافا شروع کردند به وام دادن بدون پشتوانه. وقتی ماجرا همه گیر شد مثل کرونا پول کاغذی از چین به همه جای دنیا پخش شد و دولت‌ها تازه متوجه شدند بازی را به صراف‌ها واگذار کردند. دیری نگذشت که دولت‌ها دفتر و دستک خود را راه انداختند. شکل ظاهری رسیدها هر روز زیباتر می‌شد و منقش به مهر نوشته‌های قشنگتری می‌شد. چاپ رسید بیشتر از موجودی خزانه و گرفتن نرخ بهره صراف‌های دولتی را گردن کلوف کرده بود و ککشان نمی‌گزید و مقدار زیادی از نرخ بهره دریافتی را به مبلغین دینی می‌دادند تا آنها را به سکوت و همکاری دعوت کنند. این چنین قدرت دین در خدمت پول درآمد. تقریباً 1000 سال پیش بود با گسترش حوزه استحفاظی مغول بر جهان پول کاغذی شکل و شمایل مدرنی به خود گرفت.
تقریباً 500 سال پیش کریستوف کلم شکارچی به کمک کشتی برای سفر به هند از مسیر غربی به دومینیکن و پورتوریکوی امروزی رسید و پس از کشتار بسیار، پیری ساکن در کشتی کریستوف کلم با جاه و جبروت بسیار پیاده شد و هنگام غسل سرخپوستان مادر مرده آن زمان انجیل را به 2 دست آنها میداد و طلا را از دست و پا و گردن و سر آنها بر می داشت. با غارت جنوب و مرکز و شمال سرخپوست‌های آمریکا توسط عموزاده‌هایی که سفید پوست شده بودند، ورودی طلا و نقره در اروپا زیاد شد و اسپانیا و پرتغال مثل آقازاده‌ها حال می‌کردند. اما انگلستان ادوارد ششم حال و روز خوبی نداشت و از توماس گرشام که مثل اقتصاددان‌های امروزی فکر می‌کرد کمک خواست. گرشام پی برد یک عده اختلاسگر عیار پولهای موجود در جامعه را پایین می آورند تا سکه بیشتری تولید کنند. گرشام می دانست کار ادوارد ششم است، اما ادوارد زیر بار حماقتش نمی رفت و می گفت کار دشمن است. گرشام گفت شل مغز چرا گلواژه می گویی؟ ما یک جزیره هستیم و کشوری اطراف ما نیست که بخواهد عیار پول را پایین بیاورد. در نهایت ادوارد ششم گفت کار آنری دوم در فرانسه و ایزابلای اول در اسپانیا است و اینقدر کشش نده و کارت را انجام بده. در هر صورت گرشام اصل موضوع را ماستمالی کرد و گفت این حجم از نقره که با مازاد عرضه وارد بازار می شود باعث بی ارزشی نقره می شود و در نهایت موجب تورم خواهد شد. به همین دلیل افراد به ناچار طلا را ذخیره می کنند که باعث خارج شدن طلا از بازی خواهد شد. یعنی پول بد با حجم بالا و ارزش بازار پایین، پول خوب را که ارزش بازار بالا دارد را از بازی خارج می کند. مثل ریال امروزی که دلار یا یورو را از بازی خارج می کند. زیرا مردم می خرند و نگهداری می کنند برای روز مبادا. در مثال دیگر شما 2 اسکناس کهنه و نو در کیفتان دارید. اول پول کهنه داخل کیفتان را به راننده تاکسی می دهید و پول نو را نگه می دارید. یعنی پول بد پول خوب را از بازی خارج کرده است و با همین تفکر گرشام انگلستان تورم زده را در 500 سال پیش نجات داد. اما بعد از اینکه اوضاع خوب شد در یک سخنرانی ادوارد ششم پشت تریبون زمانه اش در یک ظهر زیبای یک شنبه گفت فرانسه و اسپانیا فکری به حال خودشان کنند که هر روز پولشان گرانتر می شود. گرشام که مفهوم قدرت برابری پول را می دانست زیاد توضیح داد، اما آن زمان کسی حرف گرشام را نفهمید و پادشاه وقت انگلستان گفت هوی گرشام، این اقتصادی که تو از آن حرف میزنی مال خر است. و گرشام رفت و در افق محو شد و فرار مغزها کرد. با ورود طلای غنیمتی از قاره آمریکا کلیساها نیز خوشگلتر می شدند. روشنفکران آن زمان بر آن شدند تا قدرت پیری را بگیرند، اما خبر نداشتند پیری در طول تاریخ مانند انرژی است و از بین نمی رود. تنها از حالتی به حالت دیگر تغییر ماهیت می دهد. قدرت کلیسا از بین رفت، اما گردش پول همچنان در دست پیری و یاران جدیدش به نام بوروکرات ها بود. تیم جدید پیر داستان آفرینش تصمیم گرفتند برای سواری گرفتن از مردم و بالا بردن سرعت گردش تجارت، بانک را برای افراد پولدار تأسیس کنند و تقریباً 300 سال پیش در استکهلم امروزی اولین اسکناس بانکی با شکل و شمایل امروزی چاپ شد و کم کم پول کاغذی معنا پیدا کرد. سکه طلا و نقره همچنان غالب بود و کسی از پول کاغذی استفاده نمی کرد چون اعتمادی به آن نداشتند. تقریباً 200 سال پیش منابع عظیمی از نقره کشف شد که باعث ریزش قیمت نقره شد و شاخص آن زمان را قرمز کرد. در آن زمان بود که فرانسه و انگلستان نظام پولی 2 فلزی را در کشورشان لغو کردند و تک فلزی طلا شدند. چون آن زمان تلگرام و اینستاگرام نبود، شاهان کشورهای دیگر که نظام پولی تک فلزی نقره داشتند زمانی فهمیدند که خیلی دیر شده بود و نه تنها خودشان بلکه مردم سرزمینشان هم به فنای عظما رفتند.
سه کشور اصلی که از آن زمان شاهانش از گروه G8 به رهبری گوسفند در زمان نوسنگی هم کمتر می‌فهمیدند، چین، هند و ایران بودند. چین و هند به دلیل ناتوانی در کنترل اوضاع پس و نقره مستعمره انگلیس شدند و شاه ایران هم به مذاکرات وین و خواست مردم پشت کرد و رفت سرسره بازی. جنوب ایران مال انگلیس و شمال ایران مال روسیه تزاری شد. پس از تکفلزی شدن پول و رونق گرفتن بانک‌ها، دولت‌ها فهمیدند تا دلشان بخواهد می‌توانند پول کاغذی چاپ کنند. به همین دلیل بسیج عمومی کردند تا در کله مردم فرو کنند که پول کاغذی خوب است. در سالن‌های مختلف همایش برگزار می‌کردند و صاحب نظران آن زمان می‌آمدند و توضیح می‌دادند، اما چون کت و شلوار داشتند کسی حرفشان را خوب باور نمی‌کرد، تا اینکه حکام دست به دامان همان پیری‌های مذهبی شدند و آنها با تلفیقی از تاریخ بشریت و مدرنیته گفتند: کلوچ مغزهای گرامی، شما یادتان نمی‌آید در گذشته خیلی دور پول را می‌پرستیدند. مردم وقتی برای خدا قربانی می آوردند، خدا هم مهر داغ روی شکار آنها می زد تا آن را امضا کند. بعدها امضای خدا شد چهره پادشاه بر روی سکه طلا و الان هم این امضایی که روی پول هست همان امضای خداست که این پول را تطهیر کرده. اگر به امضای خدا و چهره شاه بر روی پول اعتقاد ندارید، شما ملحد هستید و باید اعدام شوید. مردم بعد از شنیدن مباحث مطرح شده در کامیونیتی مبلغین مذهبی به نشانه متوجه شدن سری تکان دادند. این بین یک نفر که کلوچ مغز نبود و اجدادش مثل پیری آتش و مفرق را پیدا کرده بودند، پرسید پشتوانه این پول کاغذی چیست؟ پیری سرش را چرخاند و از بالا به او دستور رسید که بگوید معادل این پول کاغذی طلا در بانک وجود دارد و هر وقت خواستید پول کاغذی را به بانک بدهید و طلای خود را تحویل بگیرید. ملت هم که عقل جمعیشان از گروه G8 کمتر بود، پول کاغذی را پذیرفتند. این چنین شد که پول کاغذی اوایل قرن 20 یعنی 120 سال پیش فراگیر شد. اما در زمان جنگ جهانی اول تورم در جمهوری وایمار آن زمان که آلمان امروزی می شود پوست مردم را کنده بود و پول کاغذی امکان تبدیل شدن به طلا را نداشت. مردم از پولهای خود برای کاغذ دیواری، گرم کردن خانه یا پاک کردن مخرج خود در توالت استفاده می کردند. اما اوضاع در آمریکا و سایر کشورها خوب بود و تجارت با سرعت بالا جریان داشت. بانک و اسکناس. بعد جنگ جهانی اول میلیونرهای پیری مانند هنری فورد، دیویس راکفلر و اندرو کارنگی در دنیای صنعت رو به رشد و سهام آمریکا تبدیل به غول شدند و در شروع رشد قارچگونه بانک‌ها پیری و یارانش در لباس کارآفرین و مردان صنعت و سهامداران بورس خود را نشان دادند. با بزرگ شدن بازار سهام، مشاوران مالی همچون جان پیر پونت مورگان مؤسسه‌های تخصصی شکل دادند تا فانوس راه سیستم بانکداری شوند. جی پی مورگان لیدر سونامی رشد بازار پولی آمریکا بود و با سرعت منابع را می‌بلعیدند و تولید را می‌فروختند. تعدد بانک‌ها منجر به این شده بود که بیشتر کشورها یک بانک مرکزی تشکیل دهند که مستقل از دولت و سایر بانک‌ها تنظیم کننده نرخ بهره، تورم و مسئول سیاست پولی برای خدای زمانه باشند.
به مردم بعد از جنگ گفته میشد معادل پولی که چاپ شده طلا در بانک هست و افراد به مرور به پول کاغذی اعتماد کردند و تبادل پول کاغذی آنقدر رواج یافته بود که اولین تراکنش‌های الکترونیکی در محدوده سال 1920 شکل گرفت و فدرال رزرو تسویه نقدی عمده و خرده فروشی را با تلگراف در شهر دیگر انجام میداد. کم کم پیوستگی بانک‌ها به یکدیگر رشد می‌کرد و هر روز راحت‌تر صنایع می‌توانستند از بانک‌ها با بهره کم پول قرض بگیرند. بحث پس‌انداز سرمایه‌گذاری در بین مردم داغ بود و به روزهای پررونق بازار سهام آمریکا نزدیک می‌شدیم. میلیونرهایی که یک شبه با خرید سهام تبدیل به غول بعدی بازار آمریکا می‌شدند، همانند آنچه مردم قبل از سال 1399 در ایران تجربه کردند. به روز سه‌شنبه سیاه 1929 نیویورک نزدیک می‌شویم. سیستم بانکی نقش بزرگی در باد کردن سهام آمریکا داشت و اقتصاددان‌های بزرگی مانند اروینگ فیشر در سقوط بورس به فنا رفتند. دنیا در شوک فرو رفته بود و هیچ بانکداری نمی‌دانست بند تنبان خود را چگونه محکم کند. شلوار سیستم بانکداری در حال پایین افتادن بود. اگر مردم می‌دانستند در بانک‌ها معادل دلارهای در دستشان طلایی وجود ندارد، خودش فاجعه دیگری بود. قبل از صورتنمایی شلوار بازار پولی را بالا کشیدند، اما شلوار بازار مالی از پایش افتاده بود و هیچ بادی نمی‌توانست با وزیدن از ته غار ماجرا را جمع و جور کند. آن زمان جان مینارد کینز کتابی در باب اصلاح پول نوشت و سیاستگزار را خرفهم کرد که نمیتوان بی‌رویه پول چاپ کرد و اشتغال را نادیده گرفت. چند سالی به حرفش گوش دادند تا دنیا با تنفس دهان به دهان نرخ بهره و شیافت مقعدی تنظیم بازار پول، تولید و اشتغال ریکاوری شد. اما سیاستمدارها به عموم جامعه نگاه نمی کردند و بیشتر حرف کمپین‌های خود را گوش می دادند و دنبال چگونه پرداختن هزینه جنگ بودند. دنیا فهمیده بود از نژادهای مختلفی است، اما پول سفید پوست‌ها مهمتر از پول رنگین پوست‌ها بود. در بین این همه نوسان پی برده بودند که انرژی نفت خیلی خوب است. قرار شد به کمک استعمار یا قراردادهای بلند مدت طمعکارانه کشورهای تولید کننده نفت محصول خود را به صورت نسیه به پیروزهای جنگ جهانی اول بدهند و همزمان آلمان به عنوان بازنده جنگ جهانی اول تحت فشار بازپرداخت غرامت جنگ جهانی اول بود. آنقدر فشار زیاد شد که از دل بواسیر تاریخ نازیسم و فاشیسم بیرون زد. دنیای بانک محور انگلستان و فرانسه و آمریکا تازه متوجه شدند در ازای پولهای چاپ شده تولیدی نداشتند و برگ برنده با آلمانی بود که بیش از پول موجود در بازارش تولید کرده بود و افسار عرابه جنگ به دست هیتلر افتاد. تقریبا همین سالها بود که دنیا متوجه شد اگر کشوری مانند آلمان ارزش پول ملی خودش را به دروغ پایین نگه دارد، تبدیل به چه غول بیشاخ و دمی خواهد شد. بانک‌های آمریکایی و انگلیسی پول پارو می‌کردند تا اینکه 1939 آلمان مادر جهان را به عزا نشاند. هیتلر و یارانش به خوبی ارزش طلا را می‌دانستند و به انباشت عمده آن پرداختند و در سوی دیگر چرچیل و روزولت و دوگل و استالین انگشت به ما تحت متحیر مانده بودند. همیشه به شانس اعتقاد داشته باشید. شانس با هیتلر یار نبود و سرمای جبهه شرقی زمینگیرش کرد. روایت‌ها متفاوت است، اما اگر تلفات جنگ جهانی دوم را 80 میلیون نفر در نظر بگیریم، شوروی 27 میلیون کشته داد و از هر 4 نفر روس 1 نفر کشته و زخمی شده بود. لازم به ذکر است بیشتر روس‌ها را هیتلر نکشت، بلکه استالین مانند پوتین و زلنسکی از مردم سرزمینش به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کرد. بعد از اینکه فتیله جنگ پایین کشیده شد و 2 بمب بر سر ژاپن فرود آمد، بازی پولی جهان هم تغییر کرد. از اروپا و آسیا و آفریقا ویرانه‌ای به جا مانده بود و آمریکا دست نخورده قدرت بی‌رقیب جهان آن زمان شد. جنگ جهانی دوم.
سال آخر جنگ جهانی دوم 1944 کنفرانس برتن وودز شکل گرفت که کشورهای جهان برای بازسازی جهان پس از جنگ راه چاره‌ای بجویند. دنیا به تراکنش سریع و پول در گردش بالا نیاز داشت و آمریکا زحمت این کار را با ارائه دلار با پشتوانه طلا کشید. در این نشست کشورهای حاضر به هم قول دادند که ارزش پول ملی خود را تصنعی کاهش ندهند. هرچند از 200 سال پیش تا به همین امروز تصور عمومی بر این است که پشتوانه پول کاغذی طلاست، اما سند رسمی این ماجرا توسط پیرهای حاضر در برتن وودز خورد و در همان نشست بنیانگذار صندوق بین المللی پول جان مینارد کینز و هری دکستر وایت روش‌های مختلفی را برای اعتبارسنجی و وامدهی به کشورها ارائه دادند و بانک جهانی هم برای ترمیم زیرساخت‌های جهان پیشگام شد. 2 سال بعد پس از این نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کار خود را شروع کردند. جهان 2 قطبی شده بود و جنگ سرد در جریان بود. بلوک شرق به سرکردگی شوروی بر پایه نظریه مارکس و دنیای اشتراکی خودش و تمام کشورهایی که اشغال کرده بود را در بلند مدت به فنا داد. اما آمریکا برای نشان دادن درست بودن تفکرش آلمان غربی و کره جنوبی و ژاپن را سمبل امپریالیسم کرد. دنیای بلوک غرب به سرعت پیش می‌رفت و یکتازی سیستم بانکی آمریکا از سال 1945 دلار را در ادبیات اقتصادی شاه کرد. آلمان دوپاره بود و دنیا از ترس حمله کمونیست‌ها طلاهای آلمان را در آمریکا ذخیره کردند تا اینکه ترامپ آنها را بازپس داد. البته برای حمله دیدیم که نیاز نیست کمونیست باشی یا امپریالیسم. تنها یک بهانه لازم بود تا روسیه به اوکراین حمله کند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم سرعت رشد اقتصادی ژاپن و آلمان خیلی سریع‌تر از سرعت رشد استخراج طلا بود. اقتصاد مانند ترازویی شده بود که یک سمتش هر روز سنگین‌تر می‌شد. با استدلال بر دلایل گوناگون ژاپن، آلمان و فرانسه به آمریکا متذکر شدند که عقل سلیم میگوید معادل دلارهای چاپ شده طلایی روی کره زمین وجود ندارد. اما آمریکا تا قبل ترامپ شیرفهمشان کرده بود که گزافه‌گویی نکنید. اما ژنرال دوگل رئیس جمهور دهه 60 فرانسه دهنش را نبست و در یک سخنرانی آتشین گفت آمریکا به کمک دلار تورم خودش را در ما فرو می کند و ما باید یک پول جهانی داشته باشیم که در اختیار هیچ کشوری نباشد. شاید ژنرال دوگل موضوعی مانند بیت کوین در ذهن داشته، اما چون پیر بود لابی‌های قدرت به او گفتند که حرف مفت زیادی میزنی و سال بعد از ریاست جمهوری فرانسه کنار رفت. صنعت بانکداری بر پایه دلار آمریکا هر روز قدرتمندتر میشد و در سال 1958 ویزا از یک ایده شروع شد که سیستم بانکی روی خوش به آن نشان نداد و مورد پسند قرار نگرفت. اما ویزا با سماجت ایده پرداز آن به مرور برای تبادل بهتر پول در بین آمریکایی‌ها رواج یافت و پس از چند سال به 2 صورت کارت نقدی و کارت اعتباری شکل گرفت. البته این کارت‌ها به صورت حضور در باجه بانک معنا داشتند و با کارت‌های بانکی که امروزه می‌بینیم فرق داشتند. همزمان صندوق بین‌المللی پول دستورات خود را برای بهبود اوضاع کشورهای به فنا رفته می‌داد. ژاپن، آلمان غربی و کره جنوبی حرف گوش کن‌تر بودند و از شکاف بین تفکر شرق و غرب بهره اصلی را بردند و به مرور تبدیل به قطب‌های پولسازی شدند که امروز می‌بینیم. ایران هم مدل برگرفته از فرهنگ خودش را پیش گرفت و تبدیل به چیزی شد که امروز می‌بینیم. در این بین تجارت الکترونیک در حال توسعه بود و اولین دستگاه خودپرداز هم سال 1967 برای دریافت و پرداخت آسان‌تر عمومی اختراع شد. ویزا کارت پیشرو در استفاده از این سیستم بود و خدمات بانکی خودش را جهانی کرد. برای آلمان و ژاپن تفاوت استخراج طلا و نرخ رشد اقتصاد جهانی مهم بود و بیخیال این ماجرا نشدند تا اینکه سال 1973 آمریکا گفت اصلاً معادل دلارهایی که چاپ کرده است طلا ندارد. کشورهای دنیا معترض بودند و می‌خواستند کاغذهای دلار خود را پس بدهند و طلا بگیرند. اما چون از ناو هواپیمابر و بمب‌های هیروشیما و ناکازاکی می‌ترسیدند، سکوت پیشه کردند. آن زمان برعکس تصور اندک مردمان نفتی که فکر می‌کردند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، سیاستمدارهای دنیا متوجه شدند در مقابل آمریکا هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند و از سال 1973 دیگر پشتوانه پول کاغذی طلا یا کالای ارزشمندی نیست و به پول کاغذی گفته شد فیات که از یک واژه لاتین گرفته شده و به معنای چشمانمان را ببندیم و بگذریم است.
از سال 1973 دلار مانند اره‌ای در سیستم بانکداری دنیا فرو رفته که نه راه پیش هست و نه راه پس. طبق تابع ریاضی FFX اکنون این اره در زندگی همه مردم دنیا حضور دارد. آن زمان آمریکا نگران بازگرداندن دلارهای بی پشتوانه‌اش بود که خوشبختانه جنگ عرب و اسرائیل شکل گرفت و با بحث افزایش قیمت انرژی و بحران نفت دنیا گرفتار بحث گرمایش خود شد و بحث دلار بی پشتوانه موضوعی فرعی و غیر مهم شد و هر زمان که توجه دنیا به این موضوع جلب می‌شد یک اتفاق بزرگ در کشورهای نفتخیز ماجرای دلار بی پشتوانه را خفه می‌کرد. پیرهای زمان بازی را از صحن علنی قبیله به صحن غیر علنی لابی‌های خود در اتاقهای ضد شنود کشانده بودند و با سیاست پولی برگرفته از پول فیات کنترل جوامع بشری راحت‌تر شده بود. بانکداری با سرعت به پیش می‌رفت که میلتون فریدمن با نظریه پولیش آمد و گفت با این سیستم پولی همگی شما به همان مکان توریستی معروف می‌روید و با نظرات اقتصادیش مرد اول سیاست پولی جهان شد. سالها بود دیگر کسی پیر داستان غارنشینی را از نزدیک ندیده بود و نمی شناخت. پیری زیرپوستی در تار و پود زندگی مردم حل شده بود و علمی کار می کرد و از قرن 20 هر از گاهی با دادن جایزه نوبل به یک اقتصاددان اره پولسازش را به نام علم در دنیا فرو می کند. مثلا با همین نظریه پولی فریدمن نوبل گرفته آمریکای جنوبی مادر مرده را به اعضای خودشان نشاندند و از دل سیاست‌های پولی اشتباه بانکی دیکتاتوری‌های آمریکای جنوبی و خاورمیانه شکل داده شد. فکر نکنید این موضوعات اتفاقی است، بلکه ایمان بیاورید از خلق تا مرگ افراد انقلابی مانند بن لادن از سالها قبل از باز کردن جعبه آنها و بیرون آوردن دیکتاتورهای مزدور برای چپاول کشورهای ناآگاه صدها صفحه بیزینس پلن تهیه می شود. شاید سوال باشد که دیکتاتوری چه ربطی به سیاست پولی دارد؟ همیشه افراد فکر می کنند مغز مهمترین عضو بدن است تا اینکه یک روز مقعد اعتصاب غذا کرد و لبانش را به هم دوخت. فشار به همه جا وارد شده بود، از کلیه و معده گرفته تا چشم و گوش در درد خود می‌لولیدند. وقتی سیستم عصبی از هم فرو پاشید، همه اعضای بدن با مشت گره کرده در یک راهپیمایی که میلیون‌ها نورون عصبی در آن حضور داشتند، یک صدا گفتند: مقعد، تو مهمترین عضو بدنی، فقط شلش کن. مقعد با یک پیش شرط که از این به بعد باید به او بگویند پرزیدنت مقعد یا نخست وزیر مقعد، شلش کرد. با همین استدلال سیاست پولی و مالی اشتباه در کشورهایی که توسعه نمی‌یابند با مقعد دیکتاتوری سیاسی رابطه مستقیم دارد. پول الکترونیکی. نظریه پولی فریدمن بر جهان فراگیر شده بود و بیشتر بانک‌های مرکزی جهان پذیرفته بودند که باید سالانه درصدی پول چاپ کنند. زیرا برای بالا بردن انگیزه تولید کنندگان باید اندکی تورم وجود داشته باشد. این ایده از تئوری اروینگ فیشر به فنا رفته در بورس نیویورک گرفته شد. آن زمان گفته بود تعامل حجم پول و سرعت گردش پول برابر است با تعامل تولید و تورم. به این معنا وقتی چاپ پول افزایش پیدا می کند باعث می شود تولید بالا برود و این موضوع باعث بالا رفتن سرعت گردش پول می شود که در نتیجه باعث افزایش اندک تورم می شود. با دانش اتفاقات رخ داده در آن زمان درست گفته بود، ولی امروزه اگر این ایده را در کشوری پیاده کنید میشوید کشوری از گروه خونی ایران، ونزوئلا، سومالی و سودان. این فرمول فیشر در مورد حجم پول از نظر ریاضی 16 حالت مختلف دارد که در بالا تنها یک حالت را توضیح دادم. با همه این تفاسیر سیاستمداران پولی جهان برای بالا رفتن سرعت انتقال پول پس از فروپاشی پیمان برتن وودز در دفتر بلژیک جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا همان سوئیفت راه اندازی شد که کشورها بتوانند راحت‌تر در سیستم بانکی پول برای یکدیگر ارسال و دریافت کنند.
دنیا طبق نظم نوین آمریکا در حرکت بود و ژاپن، آلمان و کره جنوبی که بازندگان جنگ جهانی دوم بودند به سرعت داشتند پیشرفت می‌کردند و برندگان جنگ یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه تازه فهمیدند برای اینکه به شوروی نشان دهند امپریالیسم خوب است، ناخواسته باعث آن شدند که بازار کالای آنها در دست ژاپن و آلمان و کره بیفتد. پس به ذهنشان رسید جلوی رشد کشورهایی که ممکن است در آینده رقیب شوند را بگیرند. کشورهای رقیب در اصل کشورهایی بودند که با بالا رفتن قیمت انرژی هر روز پولدارتر می شدند. مانند ایران، عربستان، عراق، لیبی، ونزوئلا و روسیه. آشوب در این کشورها بهترین گزینه بود و با ایجاد ناپایداری سیاسی به راحتی میشد سران پولدار این کشورها را ترساند تا پولهای خود را از بانکهای کشورهای قدرتمند جابجا نکنند. به حال این روزهای افراد پولدار روس مانند رومن آبراموویچ مالک تیم فوتبال چلسی یا سایر پولدارهای بی سرزمین خاورمیانه نگاه کنید. به این ترتیب بود که نفت تبدیل به یک کالای نسیه شد. یعنی نفت را می‌فروشند اما پول در کشور فروشنده باقی می‌ماند و به جایش کالا یا اسلحه و سهام داده می‌شود. اوپک به رهبریت ایران موضوع نسیه بودن نفت را نپذیرفت. به همین دلیل شاه ایران آواره گشت تا درس عبرتی برای عربستان و سایرین شود. بانک‌ها به کمک پیری‌های نشسته در سایه همچنان یکتازی می‌کردند تا اینکه شوروی از هم پاشید و دیوار برلین فرو ریخت و فصل جدیدی در دنیا شروع شد. دنیا تک قطبی شد و روسیه در بحران دست و پا می‌زد و در شرق دور مائو بزرگترین خدمت را به مردم چین کرد و مرد. تاریخ را کسانی نوشتند که پول یا قدرت داشتند و تاریخ مملو از تحریف است. حتی خود شما یادتان نیست چند روز پیش چه اتفاقی برایتان افتاده. از این رو بحث اثبات تاریخ نگاری یک موضوع مهم بود. دنیا در حال رشد بود و هر لحظه داده جدیدی می آمد و باید سازماندهی می شد. همزمان با فروپاشی شوروی در سال 1991 تکنولوژی اینترنت از بخش نظامی خارج شد و به صورت یک دانش جدید در دسترس عموم مردم جهان قرار گرفت. در فرایند تکامل مبحث وب 1 اسناد فیزیکی تبدیل به اسناد دیجیتال شدند و همان سال برای اولین بار ایده تاریخ نگاری داده ها با مبحث بلاکچین شکل گرفت. استوارت هابر متخصص کامپیوتر و اسکات استورنتا فیزیکدان یک راه محاسباتی برای برچسب زنی ترتیبی بر اسناد دیجیتال بر اساس تاریخ تولد معرفی کردند تا از دستکاری و تحریف اسناد جلوگیری شود. آنها در سال 1992 موضوع درخت مرکل را برای بالا بردن امنیت اعتبارسنجی داده‌ها که در یک بلوک جمع می‌شد را به طراحی خود اضافه کردند. اما کشف این دو دانشمند را کسی به آنجایش نگرفت و سیستم بانکی در حال گسترش مدل‌های توزیع الکترونیک پول بر پایه کارت بود و دستگاه‌های خودپرداز در جهان فراگیر شد. دیگر ویزا کارت یکتاز نبود و هر بانکی برای خودش یلی شده بود. کارت الکترونیکی افق جدیدی پیش روی سیستم بانکی قرار داد و برای چاپ پول نیازی به چاپخانه نبود و با یک کلیک حجم زیادی پول در سیستم بانکی خلق می‌شد. بیشتر بانک‌ها اجازه داشتند از پول‌های ورودی درصدی را ذخیره قانونی کنند و مابقی را وام دهند. تصور کنید یک نفر 100 واحد پول داشته باشد و اگر نرخ ذخیره 10% باشد، بانک می‌تواند 10 واحد پول را نگه دارد و 90 واحد را وام دهد و اگر همان شخص 90 واحد را در بانک بگذارد، بانک 9 واحد را ذخیره و 81 واحد را به دیگری وام دهد. این روند در مدت کوتاهی به ازای 100 واحد پول اولیه 1000 واحد پول در بازار خلق می کند. یعنی 100 واحد واقعی و 900 واحد بر اساس بدهی شکل گرفته است. این موضوع برای کسی مهم نبود و علاوه بر خلق پول بی رویه، کارت‌های اعتباری هم در حال رشد بودند. با کارت اعتباری افراد می توانستید با مبلغ داخل کارت خرید کنید و پرداخت آن به صورت اقساط باشد. این چنین کارت‌های اعتباری تبدیل به مخدر بازارهای پولی برای افراد ناآگاه شدند. همه این خلق پولهای بی‌رویه در سال 1998 خودش را با سقوط بازار آسیا نشان داد و بسیاری از شرکت‌ها تا کمر در گل نشستند و پولدارهای آمریکایی با شعار بازپرداخت بدهی شرکت‌ها به شرط سهامداری مالک صنایع شرق آسیا شدند.
همزمان با این بحران اقتصادی مبتنی بر چاپ پول و نرخ بهره، اینترنت در حال توسعه بود و پیپال به فرایند جدیدی مبنی بر پرداخت پولی بر بستر اینترنت یکتازی می‌کرد. این کار با مخالفت شدید سیستم بانکی همراه بود، اما با دوران رشد شرکت‌های اینترنتی و حباب دات کام در نهایت به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته شد. فرایند همه‌گیری کارت‌های نقدی و اعتباری جهانی شد و در هر کوچه و خیابان دستگاه خودپرداز را می‌توان دید. با بالا گرفتن تب سهام شرکت‌های اینترنتی مانند مایکروسافت، خیلی عظیم افراد برای سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها هجوم آوردند. در این بین پیپال با تجربه ویزا سهم گسترده‌ای در تراکنش اینترنتی پول را به عهده گرفت و همزمان محقق‌های بازار مالی بر بستر اینترنت هر روز ایده‌ای جدید به ذهنشان می‌رسید و مهمترین چیزی که این بین ذهن افراد با تفکر را درگیر کرده بود این بود که بانک‌ها بدون پشتوانه پول چاپ می‌کنند و به نوعی پشتوانه پول‌های فیات تبدیل شده بود به بدهی سازمان‌ها یا شرکت‌های بزرگ به بانک‌ها و سیستم بانک بر اساس آن وثیقه با آگاهی کامل بدهی ایجاد شده را خلق ثروت ثبت می‌کرد و به زیر دامن تورم خزنده پنهان که شورت نپوشیده بود می‌دمید. تا اینکه حرف دوگل در 1960 به نوعی نقشه راه متخصصین الکترونیک و کامپیوتر شد و از دل خاک خورده تاریخ بلاکچین 1992 را بیرون کشیدند و بر آن شدند تا راه حلی برای جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول پیدا کنند. این فرآیند قبل از سال 2005 ابتدا در بازی‌های کامپیوتری آنلاین با ایجاد ارز قابل مبادله شکل گرفته بود و مورد استفاده این متخصصین قرار گرفت. شرکت خدمات تبادلی وسترن یونیون که از سال 1851 فعالیت انتقال خدمات را شروع کرده بود، تمایل به ورود نقل و انتقال اینترنتی را داشت، اما پرفکت مانی توانسته بود گوی سبقت را برباید و در سال 2007 تراکنش‌های مالی خود را به روشی آسان‌تر از پیپال و ویزا ارائه داد. هنوز پرفکت مانی جان نگرفته بود که سال 2008 یک دامنه اینترنتی با نام بیت کوین ثبت گردید و چند ماه بعد یک ایمیل حاوی یک لینک مقاله به اسم بیت کوین سامانه پولی همتا به همتا که در مقاله نویسنده آن ساتوشی ناکاموتو قید گردیده بود به صورت رسمی کارکرد بیت کوین توضیح داده شد و در ژانویه 2009 نخستین بلوک بیت کوین با نام بلوک آفرینش استخراج شد و شبکه بیت کوین ایجاد گردید. دریافت کننده نخستین تراکنش بیت کوین یک متخصص کامپیوتر به نام هال فینی بود که قبلا در سال 2004 سامانه مفهوم گواه اثبات کار را طراحی کرده بود. با تمام این تفاسیر همچنان بیت کوین یک موضوع غیر مهم بود و دنیا برای درخشش آن باید منتظر می‌ماند. بانک مرکزی تا بیت کوین. واژه بانک مرکزی عمری کمتر از 300 سال دارد، اما از همان دوران پارین سنگی انسان‌ها همچون سایر انشابات پروتئینی DNA مانند سنجاب تمایل به ذخیره سازی برای آینده نامعلوم داشتند. از این رو مفهوم خزانه چیز جدیدی نیست و عمری به قدمت تاریخ دارد. پیر داستان ما که این روزها در سایه نشسته و با ثروت خودش به صورت لاکچری حال می کند به دلیل تجربه تاریخی از نظر رفتاری به مرور رشد کرد و همراه با تقویت تحول بشر او هم از نظر انحصار طلبی در حفظ قدرت رشد داشته است. مفهوم بانکداری مدرن بسیار جوان است و این روزها قدرت دولت‌ها وابسته به قدرت پولی دولت‌ها است. یک ضرب‌المثل قدیمی ایرانی میگوید هر کسی که پول میده نظرش اجرا میشه. اگر ناراحتی برو برای خودت پول در بیار. دولت‌ها وظیفه تولید و توزیع و مدیریت پول را به عهده دارند و در طی فرایند تاریخی دست بالا در اعتباردهی به کاغذهای بی‌اعتبار را دارند و میتوانند به راحتی کسری خود را از طریق چاپ پول جبران کنند. به این معنا که وقتی نیاز به کالایی دارند باید آن را بخرند و برای آن باید پول بدهند و اگر کسری قدرت و پول بیشتر داشته باشند به بانک مرکزی میگویند پول چاپ کند.
این درجه دستور دادن در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی از کشورها بانک مرکزی کاملا در سلطه دولت است، مانند کره شمالی، ایران و کوبا، یا دولت تسلط کمتری نسبت به آن دارد، مانند سوئیس، ژاپن، نروژ و سوئد. در کل دولت‌ها نقشی اساسی در چاپ پول بازی می‌کنند و به این طریق به راحتی می‌توانند تورم ناشی از تصمیمات خود را به مردم منتقل کنند و به نوعی پول خود را از جیب مردم بیرون بکشند. البته این ماجرا برای کشورهایی با ابعاد جهانی مثل آمریکا متفاوت است. آمریکا به راحتی می‌تواند پولهای فیات خود را از طریق ایجاد بدهی در خارج از کشور نگهداری کند و تورم خود را به کشورهای دیگر منتقل نماید و همین موضوع بزرگترین دغدغه افراد آگاه است که پس از ابرقدرت شدن آمریکا از سال 1945 توانسته جهان را با سیستم پولی دلار کنترل کند. اروپا با واحد پولی یورو خواست این سیطره را کم کند، اما نشد. البته این روزها جهان از تک قطبی بودن دلار بیرون آمده و اژدهای خفته با یوآن در حال قد علم کردن است. در کنار تبادل موازنه قدرت در کشورهای بزرگ، گروهی از افراد به دنبال راهی برای دور زدن پیرهای در سایه بودند و بیت کوین از دل آن زاده شد. امروزه علاوه بر بیت کوین هزاران آلت کوین دیگر هم وجود دارد که در فصلهای بعدی به طور کامل در مورد آنها صحبت خواهم کرد. پشتوانه پول. صفحات اول کتاب را به خاطر بیاوریم. اولین تبادل‌ها از بالا بردن لذت شکل گرفت و زمانی کالا با کالای دیگر معاوضه می‌شد که دو طرف به ارزش ذهنی آن تبادل اعتقاد داشتند. پول به معنی کالایی است که مقبولیت عام دارد و این چنین بود که از دندان دایناسور و خرس گرفته تا صدف و سرنیزه سنگی تیز به عنوان پول پذیرفته شد. همانطور که عقل به ما میگوید که دندان خرس هم در گذشته دور ارزش مصرفی نداشته، اما یک داستان قوی پشت آن بوده، داستانی از جنس چیرگی قدرت مبارز بر قدرت خرس یا دایناسور. از این رو معنای پول علاوه بر ارزش ذاتی آن که به کمیابی برمیگردد، به داستان پشت سر آن هم مربوط است. به نوعی پشتوانه پولهای اولیه داستان پشت پول بوده است و بهترین داستان می توانسته پول غالب بازار باشد. با گذر زمان و ورود به عصر نوسنگی، ارزش ذاتی کالایی که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفت مهم بود. مانند نمک که کاربردی بود یا گاو و گوسفند که قابل خوردن بودند و به نوعی پشتوانه آن چگونگی مصرف آن بود، تا اینکه فلزات گرانبها مانند طلا و نقره تبدیل به پول شدند که علاوه بر ارزش ذاتی طلا و نقره، تصویر شاهی که آن را ضرب می‌کرد بر اعتبار پول می‌افزود و به نوعی پشتوانه پول ارزش ذاتی و تا حدودی اعتبار صادرکننده آن بود. به مرور با ورود صراف‌ها به عنوان فرد امین نگهدار پول، رسید صادر شده از این افراد با توجه به داستان تخیلی که به ازای رسید شما طلا در خزانه وجود دارد، پشتوانه پول، طلا و نقره موجود در خزانه به علاوه اعتبار صادرکننده پول شد. این فرایند ادامه داشت و در نیمه اول قرن 20 افرادی مثل کینز تعاریف مختلفی برای پول ارائه دادند و به صورت مکتوب و فراگیر مورد قبول قرار گرفت که پول وسیله مبادله، وسیله قیمتگذاری و وسیله ذخیره ارزش‌های اقتصادی است. این ماجرا ادامه داشت و مردم برای ذخیره ارزش از پول استفاده می‌کردند تا اینکه در سال 1973 نیکسون رئیس جمهور آن زمان آمریکا گفت که ما طلایی در بانک نداریم و این چنین شد که از سال 1973 دیگر پشتوانه پول طلا نیست و سبد مختلفی از دارایی‌ها مانند طلا، ارزهای خارجی موجود در صندوق بانک مرکزی و تولید ناخالص ملی کشورها پشتوانه پول شد و این فرآیند ادامه داشت تا اینکه سال 2008 سیستم بانکداری پذیرفت فراتر از طلا و ذخیره ارزی و تولید ناخالص ملی پول چاپ کرده و به نوعی نزدیک به 70% پشتوانه پولهای پرقدرت جهان مثل دلار، یورو، ین و پوند بدهی است. تکلیف پولهای ضعیفی مانند ریال و پزو و سایرین هم مشخص است.
این سوال بسیار مهمی است که از سال 2008 به بعد پشتوانه پول چیست؟ از دید من این روزها پشتوانه پول از قدرت، ثروت و ایدئولوژی کشور صادرکننده آن نشأت می‌گیرد. برای مثال وقتی فردی در خاورمیانه به دلار علاقه دارد و پول ملی کشور خودش را به دلار تبدیل می‌کند، با آگاهی از اینکه دلار بر پایه بدهی است اما در اصل قدرت نظامی کشور آمریکاست که به آن دلار اعتبار بخشیده، یا اگر فردی ین ژاپن را برای حفظ ارزش نگهداری می‌کند، در اصل ایدئولوژی مدیریتی ژاپن را دوست دارد و تصور می‌کند در ژاپن همه چیز بر اساس خردگرایی پیش می‌رود، یا فرد دیگری که فرانک سوئیس را دوست دارد در اصل اعتقاد به ثروت کشور سوئیس دارد و اعتبار پول را در ثروت بانکی سوئیس می‌داند. البته با توجه به فرهنگ‌ها این موضوعات هم از نظر معانی تغییر می‌کنند. برای مثال فردی که در آمریکا زندگی می‌کند احتمالاً بداند که از سال 1970 تا کنون دلار آمریکا نزدیک به 70% قدرت خرید خودش را نسبت به فرانک از دست داده، یا دلار نزدیک به 60% از قدرت خرید خود را نسبت به ین از دست داده و نشان می‌دهد ایدئولوژی ژاپنی و ثروت سوئیسی قوی‌تر از قدرت عمل کرده. البته این به این معنا نیست که ین و فرانک ارزشمند شدند، بلکه به این معناست ین و فرانک ارزش خود را با چاپ پول از دست دادند، اما دلار ارزش بیشتری را نسبت به این ارزها از دست داده است. باید خاطر نشان کرد افرادی که در کشورهای توسعه نیافته‌ای مانند ایران، روسیه، کوبا، سوریه و سومالی زندگی می‌کنند به دلیل کاهش ارزش شدید پول ملی خود نمی‌توانند بی ارزش شدن دلار را متوجه شوند. البته در اعتقادی جدیدتر به این نتیجه رسیدم که این روزها پول احساس خوبی است که ما پذیرفته ایم واقعی است. خودت را مرور کن. وقتی پول در کارت بانکیت یا کیف پولت داری شاد و خندانی و احساس بهتری نسبت به زندگی داری. در مدل جدیدی از پول افراد بر اساس اعتبار مجازی که دارند پول چاپ می کنند و در کمال ناباوری از جهات گوناگونی پولهای نوین برگرفته از اعتبار اجتماعی هم مقبولیت عام پیدا می کنند. برای مثال امروز اعتبار تصویر با سن سیلیکونی کیم کارداشیان از تصویر ابراهام لینکلن و فرانکلین بر روی دلار کمتر نیست. در عصری هستیم که برای یک نوشته بی سر و ته زیر تصویر با سن کیم کارداشیان در فضای مجازی چندین هزار دلار منقش به تصویر لینکلن و فرانکلین پرداخت می شود. در این دوران گذار به قرن 21 با دنیای دیجیتال معنای اعتبار هم تغییر کرده و شاید روزی برسد که ثروت بانک‌های سوئیس در مقابل ویدئوی یک دختر در فضای مجازی که در حال گوزیدن در یک بطری برای فروش به فالوورهایش است رنگ ببازد. چشمها رو باید شست و جور دیگری باید دید. همه اینها گفته شده، اما پشتوانه بیت کوین چیست؟ به جواب آن هم تا پایان کتاب خواهیم رسید. سرگذشت پول در قرن 21. تاریخ به مسیر خود ادامه می دهد و ما هم جزئی از شکل دهی آن هستیم و روزی همچون فسیل کاوش خواهیم شد. از شروع تبادل به عصر نوسنگی رسیدیم، یعنی 9000 سال پیش که تقریباً گاو و گوسفند به عنوان پول رایج بود و تقریباً 4500 سال طول کشید تا طلا و نقره به عنوان پول جانشین گاو و گوسفند شدند. همچنین از طلا و نقره به مدت 2100 سال طول کشید تا اولین پولهای کاغذی به شکل امروزی پذیرفته شد و از پول کاغذی تقریباً 250 سال زمان برد تا اسکناس امروزی رایج شود و از اسکناس تا فراگیر شدن کارت بانکی 70 سال زمان برد و از کارت بانکی تا خلق بیت کوین تقریباً 40 سال زمان برد. بیشک اگر کریپتوکارنسی روزی به عنوان پول پذیرفته شود، آخرین پول رسمیت یافته نیست و با توجه به کوچک شدن تصاعدی زمان اختراع پول جدید تا قبل از سال 2050 حتما شکل جدیدتری از کریپتوکارنسی ها را خواهیم دید. یک سوال بنیادین مطرح است.
آیا خلق پول برای انسان‌های اولیه اولویت بوده یا شستن خود بعد از تخلیه روده‌هایشان که بوی بد ندهند؟ بیشک کارکرد آفتابه در تحول بشری خیلی مهم بوده، اما چون آفتابه ابهام خاصی نداشته و در بهترین حالت در یک تکامل خطی از یک پارچه سفالی به کوزه‌ای لوله دراز تغییر شکل داده و امروزه تبدیل به شلنگ شده است. همانطور که ما برای تکامل آفتابه را خلق کردیم، پول را هم خلق کردیم. نکته اینجاست که داستان پشت سر آفتابه بوی بد می دهد، اما داستانهای ساخته شده پشت سر پول همیشه با وهم و لذت همراه بوده است. از این رو از دید من انسانی که توانسته آفتابه بیداستان را بسازد، خالق اصلی پول و ایجاد جایگاه خداوندگاری برای او تا به امروز شده است. بله، پول را او خطاب کردم، زیرا در فرهنگ معاصر پول می تواند یک شخصیت زنده مستقل باشد، چون مانند ما و حیوانات توان بازتولید دارد و همین که برای بقا به متابولیسمی از جنس برق و تفکر نیاز دارد که از نظر ساختاری مدرن موجودی زنده محسوب می شود. زیرا در فرایند تکامل همچون من و شما توانسته خودش را از آفتابه به بیت کوین برساند.